بیشتر توضیح میدید جناب شمقدری یعنی چی؟ یعنی میتونن با ویزا بیان اما باید چه کاری بکنن؟ در ورود به ایران بعضی‌ها با پاسپورت رسمی و ویزا میان. این ویزا اعتبار داره و در مکان‌های مشخص اینها باید اقامت بکنن. مثلا بعضی شهرها کلاً ممنوع است. بعضی مناطق مرزی همه ممنوع است. بعضی استان‌ها ممنوعه. و برای ترددهایی مثلا یه نفر باید در آمل یا در گرگان ساکن باشه، اگر ای خواست بره تهران باید بیاد مجوز بگیره، بگه من یک هفته میخوام برم تهران، میخوام برم قم زیارت با خانوادم یا میخوام برم فلانی رو ببینم، باید هماهنگ بکنه از دفاتر اتباع مجوز تردد بگیره و با اطلاع میره و برمیگرده. این عزیز ما ویزاش اعتبارش همش قانونی بوده، اما در مسیری که تردد میکرده مسیر غیر قانونی بوده که خودشون هم قبول دارن این رو. و جانم چی شد شما رفتین اونجا مثلا در این مسیر دیگه؟ کارو به خاطر کار رفتیم. یا کار برادر میگن اگر شما اطلاع بدید اشکالی نداره، نمیتونه از خبر نداشتیم جناب. دیگه این کارا میکنم طبیعی. شما باید دوستانی که اونجا بودن، اون ضوابط قانونی کشوری که شما میرین، باید اینا رو سوال بکنه آدم دیگه، نه؟ دیگه والا اینجوری اتفاق